من میخوام یک تقاضایی از بینندگان عزیز داشته باشم. همه عزیزانمان چه داخل و چه خارج، عزیزان شیعه، اونایی که دیدن دیشب این غنچه های ولایت چه واقعا دستگلی را تقدیم حضرت زهرا کردند. و من خواهشم اینه عزیزان، در زمان شاه یک تبلیغاتی رو انجام دادن. بعد از پیروزی انقلابم باز یه مدتی بود این تبلیغ کثیف و ننگ اولاد کمتر زندگی بهتر. خب دیدید مراجع ما خود رهبری و غیره موضع گرفتن. شما که واقعا دیدید این غنچه های ولایت چه کردن، از همین امشب تصمیم بگیرید از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید انشاءالله، به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمؤمنین، به عشق این که شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه، یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه، یا 12 فرزند به نام 12 امام، یا 14 تا به نام 14 معصوم. حالا من نمیدانم اگر خلاصه خمسن رو ندی ما از 5 تا قبول نداریم ما. اونهایی که واقعا تأثیر پذیر بودن از این برنامه و دیدن این شیر بچه های فاطمه زهرا و شیر بچه های امیرالمؤمنین چه کردن، بیایید فرزندانی رو انشاءالله تربیت کنید، فرزندانی رو انشاءالله به حول قوه الهی از همین امشب دست به کار بشید و تصمیم بگیرید یک یا علی و یک یا زهرا، خلاصه عملیات 5 فرزندی، 8 فرزندی، 12 یا 14 فرزندی رو انشاءالله کلیدش رو بزنید و با مشت محکم و با لگد محکم بر این فرهنگ شوم تک فرزندی